استقلال زن به معنای حذف نقش مرد از روابط نیست، بلکه به معنای حق انتخاب زنانه است. اینکه یک زن شاغل، درآمد داره، تصمیم گیری میکنه و از نظر مالی وابسته نیست، به این معنی نیست که علاقه‌ای به رفتارهای عاشقانه یا حمایتگرانه از طرف مرد نداشته باشه. این انتظارات مثل هدیه گرفتن یا پرداخت صورت حساب در قرار ملاقات نه از وابستگی بلکه از فرهنگ تعامل و ابراز محبت میان دو انسان میاد. ضمن اینکه ما نباید کلیگویی کنیم، همه زنان یکسان نیستن. بسیاری از زنان فمینیست با پرداخت مشترک هزینه‌ها، تقسیم مسئولیت و حتی تأمین مالی مرد مشکلی ندارن. اما اون دسته‌ای که هم استقلال میخوان و هم مزایای سنتی رو شاید هنوز در حال گذار از یک فرهنگ مرد سالار به یک فرهنگ برابری طلب هستن. این تناقض ظاهری بازتاب پیچیدگی‌های اجتماعی و گذر از یک نسل به نسل، نه لزوما نفاق یا ضعف منطق. ما هنوز تو دنیایی زندگی می‌کنیم که استانداردهای دوگانه است. مرد بودن همچنان با تأمینگری تعریف میشه و زن بودن با وابستگی عاطفی. فمینیسم میخواد این تعریف رو بازبینی کنه، نه اینکه صرفاً جای مرد و زن رو عوض کنه. پس اگر زنی خودش رو مستقل میدونه ولی از مرد هدیه یا حمایت مالی میخواد، شاید مسئله فقط نگاه جامعه به رابطه است، نه تضاد در منطق اون زن. این سوال دقیقاً نشون دهنده یکی از اصلی ترین تناقض‌های جنبش فمینیسم امروزه. زنان از یک طرف خودشون رو مستقل و توانمند میدونن، اما از طرف دیگه همچنان از مردها توقع دارن نقش سنتیشون رو حفظ کنن، خرج بدن، هدیه بگیرن، تصمیم گیر اصلی باشن و حتی در مواقع بحرانی مسئولیت امنیت جسمی و مالی زن رو بر عهده بگیرن. اگر زن مستقل شده، پس چرا هنوز دنبال مزایای سنتی روابطه؟ واقعیت اینه که خیلی از جریان‌های مدرن مثل فمینیسم فقط نیمه از معادله رو گرفتن. از زنان میخوان خودشون رو از قید و بندهای سنتی آزاد کنن، اما هیچ وقت انتظار ندارن که مسئولیت‌های سنتی مرد هم کنار گذاشته بشه. یعنی زن هم کار کنه، هم تصمیم بگیره، هم مستقل باشه، ولی همچنان مرد باید خرج بده، محافظ باشه و در همه حال در خدمت باشه. اینجا ما با یه فرهنگ دوگانه مواجهیم. فرهنگی که باعث میشه مردها احساس کنن فقط یه ابزار تأمین و حفاظت هستن و زنها بین دو نقش مدرن و سنتی در نوسانن. در سنت مرد و زن نقش‌های متفاوت ولی مکمل داشتن. زن مسئول خانواده، تربیت، عاطفه. مرد مسئول تأمین، مدیریت، حفاظت. اما حالا زنها میخوان هر دو نقش رو با هم داشته باشن، بدون پذیرش مسئولیت کاملش. اینطوری نه مرد احساس احترام میکنه، نه زن رضایت عمیق از جایگاه خودش داره. اگر قرار زنها مستقل باشن، باید بپذیرن که مسئولیت مالی و تصمیم گیری رو هم با مرد تقسیم کنن و اگر از مرد نقش سنتی رو میخوان، باید بدونن که اون استقلال کامل مدرن لااقل در روابط سنتی امکان پذیر نیست. اگه قراره از برابری حرف بزنیم، باید به همه شکل‌هاش نگاه کنیم، نه فقط اونهایی که به نفعمونن. سربازی اجباری برای مردها خودش یه نوع تبعیض جنسیتیه که برخلاف باور عموم فمینیست‌ها باهاش مخالفن. فمینیسم فقط درباره زنان نیست، درباره برابریه. یعنی هر انسانی حق انتخاب داره، حتی تو موضوعهایی مثل خدمت نظامی. اجبار مرد به سربازی یعنی هنوز جامعه مرد رو به چشم ابزار جنگ نگاه میکنه. یعنی چون مرده باید بره بجنگه، کشته بشه یا دستور بگیره. این تصویر سنتی از مرد بودن که مرد باید قوی باشه، احساس نداشته باشه، بجنگه، دقیقاً همون کلیشه هایی که داریم باهاش میجنگیم. ما نمیگیم زن نباید بره سربازی، میگیم هیچ کس نباید مجبور بشه. هر کی بخواد با علاقه و آمادگی وارد شه. اگه زن و مرد برابرن، پس قانون باید طوری باشه که هر دو جنس حق انتخاب داشته باشن. از طرفی ساختار ارتش تو خیلی جاها هنوز مرد محوره. حتی زنایی که داوطلبانه وارد میشن با تبعیض، تمسخر یا آزار جنسی مواجه میشن. یعنی نه تنها معاف نیستن، بلکه آسیب پذیرترن. پس قبل از اجبار کردن باید اون ساختار عوض شه. فمینیسم داره برای همینه میجنگه، نه فقط حق زن، بلکه حق انسان.
واقعیت اینه که زن و مرد یکسان نیستن. برابرن ولی متفاوتن. تفاوت‌های بیولوژیکی، روانی و حتی فرهنگی باعث شده نقشا متفاوت باشه. سربازی یه وظیفه است، یه مسئولیت سنگین، نه یه تبعیض. مرد بودن فقط امتیاز نیست، بارم هست. اینم بخشی از اون باره. تو قرنها مردها همیشه محافظ جامعه، خاک، خانواده و ناموس بودن. نقش طبیعیشون همینه. حالا اگه یه زن بخواد داوطلبانه بیاد، خیلی هم خوبه. ولی اجبار برای هر دو؟ نه. چرا باید زن رو که طبیعتاً تو شرایط بارداری، تربیت فرزند یا آسیب‌پذیری بیشتری اجبار کنیم به جنگیدن؟ این مساوات نیست، بی‌منطقیه. ضمن اینکه مردا فقط سرباز نمیشن. تو همون 2 سال سختی، بیخوابی، فشار روانی و حتی ترومای بعد خدمت رو تحمل میکنن. اگه بگین چون فمینیسم میگه برابری پس زنم باید بره، یعنی داریم انسانیت رو فدای شعار میکنیم. مردا تو زندگی خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی هم 1000 جور فشار دارن. اینم یه مسئولیت اضافه است، نه ظلم. فمینیست فقط جاهایی از برابری رو میخواد که به نفعشه. میگه زن باید کار کنه ولی نه سربازی. زن باید حقوق برابر بگیره ولی نه مسئولیت برابر. اینطوری نمیشه. برابری واقعی یعنی هر دو جنس هم امتیاز بگیرن هم بار بکشن. مهریه تو ساختار سنتی جامعه یه پشتوانه اقتصادی برای زن بوده. چون برای قرنها زنها حق کار، تحصیل، ارث برابر یا حتی طلاق نداشتن، مهریه تنها چیزیه که میتونست یه حداقل امنیت براشون فراهم کنه. اگه مرد میرفت، زن دست خالی نمیموند. ولی باید بدونیم که مهریه از اولم ابزار قدرت نبوده، بلکه ابزار بقا بوده. الان که زمان عوض شده و زنها تو خیلی جاها تحصیل کردن، استقلال مالی دارن، وارد بازار کار شدن، این بحث پیش میاد که آیا مهریه هنوز ضروریه؟ جوابش اینه. تو بعضی موارد بله، هنوز ضروریه. چرا؟ چون هنوز تو خیلی مناطق زنها دسترسی واقعی به عدالت ندارن. مردی که بخواد زن رو تو رابطه سمی نگه داره یا ازش سوء استفاده کنه، ممکنه با تهدید، فشار یا آزار جلوی طلاق را بگیره. اون موقع مهریه تنها برگ برنده زن برای خلاصی و گرفتن حداقل حقشه. البته بله، بعضی سوء استفاده هم هست. زنانی که بدون علاقه وارد رابطه میشن و بعد فقط برای دریافت مهریه جدا میشن. اینا واقعی‌اند ولی کلیت فمینیسم رو نمایندگی نمی‌کنن. فمینیسم دنبال توازن و انصافه، نه جنگ جنسیتی. ما میگیم اگه قرار باشه مهریه حذف بشه، باید جایگزینش یک نظام حقوقی واقعی برای تأمین امنیت مالی، روانی و حقوقی زن تو زندگی زناشویی باشه. نه اینکه مهریه حذف شه ولی زن تو طلاق هیچ حقی نداشته باشه. مهریه تو فرهنگ ما یه چیز مقدسه. یه هدیه است، یه نماده. وقتی مردی مهریه‌ای تعیین میکنه و قبولش میکنه، داره به زن میگه تو برای من ارزش داری و حاضرم به خاطر تو هزینه بدم. اما واقعاً امروز از این مفهوم چی مونده؟ الان مهریه برای خیلیا شده ابزار تهدید. یعنی زن با خیال راحت میتونه هر موقع دلش خواست درخواست مهریه بده، حتی اگه مقصر جدایی خودش باشه. این یعنی مردا دارن وارد یه معامله ناعادلانه میشن که توش همه ریسکا با اوناست. اگه واقعا داریم درباره عشق و تفاهم حرف میزنیم، چرا باید با عدد و رقم واردش شیم؟ چرا یه دختر 20 ساله باید مهریه 1000 تا سکه بخواد؟ این نشونه علاقه است یا بی‌اعتمادی مطلق به مرد؟ ما داریم ازدواج رو تبدیل میکنیم به یه معامله مالی که آخرش ممکنه فقط یکی ضرر کنه و اونم معمولاً مرده. ضمن اینکه مهریه باعث شده خیلی از مردای جوون جرأت نکنن ازدواج کنن، مخصوصاً اگه وضع مالیشون خوب نباشه. یه دختر میگه من استقلال دارم، کار دارم، درآمد دارم، ولی از اون طرف مهریه سنگین میذاره. این تناقضه. ما سنتگراها نمیگیم مهریه نباشه، ولی میگیم مهریه باید معنوی، متعادل و بدون سوء استفاده باشه. مهریه‌ای که ته دل مرد ازش راضی باشه، نه اینکه تو دفترخونه از ترس زندان امضا کنه.
باید فرهنگ اصلاح شه، نه فقط قانون.